با درود دوباره به زنی رادیو آزادی به همه آنهایی که پیوسته خبر و گزارش‌های رادیو آزادی رو پیگیری میکنند و البته برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا میکنند. شالو گلخوجه هستم. ساعت به وقت پراگ 10:08 و برای شما سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم و فکر میکنم برای شما نیز این موضوع جالب هستند و میخواهید که در رابطه با آنها بازم تفصیلات بیشتر رو پیدا کنید. خوب، سوختار در یکی از کارخانه‌های دوزندگی شهر دوشنبه چی سوخت و چی ماند؟ باید گفت این کارگاه در نزد یکی از بناهای استراتژیکی شهر دوشنبه و در شفت دفتری بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه قرار دارد و همکاران ما به محل حادثه رفتند، در خاموش کردن سوختار شرکت داشتند و البته نوارگیری و عکسگیری را نیز فراموش نکردند. خلاصه گزارش در این باره در راه است. برنامه خبری را تماشا کنید و با تفصیل خواهید فهمید. در حالی که در ماه شریف رمضان مقامات تاجیکستان پیوسته از افراد دارا تقاضا میکنند که دسترخوان‌های پرناز و نعمت افراطی نه اندازند و بیشتر کوشش کنند که به مردم نادار کمک کنند. در امریکا مسلمانان امریکایی هم به مسلمانان کمک میکنند و هم به غیر مسلمانان در ماه شریف رمضان. البته این نمونه عبرت است. کمک آنها از چه عبارت است در برنامه همراه ما خواهید تماشا کرد. و یک موضوع دیگر در رابطه با امریکا، حتی ترکاندن نمایشکارانه باعث نشد که دونالد ترامپ به ملاقات همتایش از کره شمالی برود. چرا دونالد ترامپ نخواست که به این ملاقات برود؟ در برنامه با تفصیل برای شما قصه میکنیم. و در بین زمین و آسمان والدین شناسنامه ندارند، کودکان شهادتنامه تولد. سبب در چیست که صدها نفر در آواره و سرگردان ماندند چون یگان سندی ندارند که هویت آنها را مشخص کند؟ سبب در کم مسئولیتی آدمان است یا اینکه بازم نداشتن مبلغ کافی؟ در برنامه برای شما قصه خواهیم کرد و همچنین از آن خواهیم گفت که بعد بازگشت به تاجیکستان مریم 10 ساله آیا توانست که دهشت جنگ در عراق را که 2 سال تحمل کرد و جسد پدر و مادر و برادر و خواهرانش را دیده بود فراموش کند؟ آیا واقعا هم او توانست که در وطن زندگیش تغییر کند و نفسی آسوده بکشد و بابایش جای والدینش را بگیرد؟ در این باره خود میرم با ما و شما قصه میکند چون او راضی شد که در رو برای کامیرا بیاید و سرگذشتش را به همکاران ما قصه کند. و در این برابر خبر دیگری هم این است که در پارلمان تاجیکستان وکیلان تاجیک 2 قانونی را مربوط به بانک‌های کشور قبول کردند و شکورجان ظهورов در نزد بانکداری اساسی کشور وظیفه گذاشت که باید تا آخر سال مشکلات تاجیک سترود بانک و اگرو اینوست بانک را حل کنند و یا اینکه به این مسئله نقطه گذارند. تفصیلات را شما میتونید یا در برنامه ببینید یا اینکه در سایت ما www.azadi.org بخونید. و همچنین طور معلوم می شود در 4 ماه گذشته در تاجیکستان 129 کودک گم شده است. البته مقامات انتظامی میگویند که بعد از مراجعت پدر و مادران آنها توانستند 112 نفر کودک را پیدا کنند و پیوندانشان برگردانند، ولی تقدیر 17 نفر دیگری آنها ناروشن باقی میماند. و طور از مشاهده های مقامات انتظامی برمی آید بیشتری کودکانی که در نویه‌های تاجیکستان گم میشوند آنها را در پایتخت تاجیکستان یعنی در شهر دوشنبه پیدا میکنند چون آنها برای کار کردن به اینجا میآمدند و میگویند که زندگیشان در دهات مشکل بوده است. خلاصه خبرهای ما زیاد است برای شما عزیزان، فرصتی ما البته کم است و ما کوشش میکنیم که تا شروع برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از تقریبا الکی کمتر از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 به وقت پراگ و ساعت 4 به وقت دوشنبه تقدیم شما می شود، ما خبرهای بیشتر را در برنامه خود جا کنیم و البته اون خبرهایی که مهم است و هم به تاجیکستان داخل دارد و هم به جهان. و باوری داریم که چون همیشه شما در برنامه ما را همراهی میکنید و در برابر این خبر رو
агар наворҳое ки ҳам доред ва мехоҳед бо мо дар миён бигзоред онро барои мо мефиристед ва албатта назару пешниҳодҳои худро ҳам барои мо ироа мекунед. Шаълои Гулхоҷа будам ки барои шумо сархати хабарҳои муҳими рӯзро муаррифӣ кардам ва ҳамаи шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарии Радиои Озодӣ мунтазирам. Дар Озодӣ видео ютубро тамошо кунед, дар www.ozodi.org саҳифаи вижаи мо, яъне вебсайти расмии мо ва албатта саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ.